سلام عرض کنم به خدمت تمام ایرانی‌های عزیز. در حال ضبط برنامه گشت اسپیشو فصل 3 داریم. امروز با یک هنرمندی مهمان برنامه من است. من دربارش توی جشنی یه مطلع برات من اسم هنر یک کشور حساب باشه، هنرمنداش مردم اون کشور، و اگر این مردم پادشاهی بخوان قطعا اون کس عباس ماندگاره. مولیکادن من برسی به اینجا بخونستم. من با تار بابام به اینجا برسیم. از آقای دنیوی صداش گوش کرده، شعراش دوست داشته، با ارزمون خاطره داشته، ولی وقتی به مو اجرا کنه یک صدا و یک تحریر خاصی بیارده که پادشاه موسیقی هسته. اصلا کلا نباید تقلید کنم از کسی، اصلا خوشم نمیاد. خودم همچین کاری نمیکنم، دوستم ندارم کسی بکنم. دیگرم سل بغر من کو نشم برار تنها من سیر از دنیا من. نوازنده برتر حتی نظام صداشون خودش ندیم. خب صداش آهنگاش گوش کردم. هر کار ذوقی باید هنرت دستکاری بشناسی، مایه رو بشناسی، گوشه‌های مایه رو بشناسی. ولی نه اینا هیچ کار نمی‌کنن. اولین آهنگمون کسی با تقلید بخونه خیلی ناراحت میشم. یعنی آهنگی که به خاطر همسر بسازی؟ دوست ندارم به خاطر اسم همسرمون گیره. آفرین. خیلی 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 قدر باشی کنم مثل عباس خونه ناخودآگاه پوچی حذفی. مثلا مصاحبه زیاد خوشم نمیاد، فقط به خاطر عشق تبم. اینقدر خواننده‌ای که ادای عباس در یارنه به اون میلست عباس بدینه در گردینه. هنرمندی هر کسی غرور داشته باشه به این جای نرسه. آهنگ من رو تقلید کردن خوندن می پیش خجالتم نکشم. نه این که خودم شاید درست کنم. تعجب من تو این فکر دایم عباس چرا نوراتیش دیوانه نبونه؟ مگر بونه خواننده تو مجلس ده باشه یه نفر بیه بن آهنگ بخونه بعد بنی پیشم دست یک کتیب بره زور باوره بعد برای به رجز بخونه این تو کتش کس نشونه. جهانبخش دارای سبک درسته؟ بله. یه سبک جدا با عباس ماندگار زوج هنری بیه با هم خونده است. وحید سبک جدا دارن. مگه از کسی تقلید کردم؟ ای والله. من اگه صدای داشتم مثل با صدای من آهنگای من یمون. نه آهنگای ارزمونی بخونم، نه آهنگای اثری که بخونم به من بیاد. نه عباس ماندگار اگر قد خمیده و محسن سفید باشه باز پادشاهه. من کسی هیچی 10 تای مثل من اگه جنبه باشن صداهامون رو هم بیالن عباسی کالنگوش نگم بی بابا سراتن دگم به تو برنامه خودم دگم به تو برنامه دگم که خودم کارگردانش هستم. تا خواننده تو 2 تا 3 تا با هم دیگه نیفتن معلوم نمیشه صدای کی بهتره صدای کی بدتره. پیش من با دوستان دست کسی دادم الان خب باید من ندارم. پیجی بری باید چه کار کردی؟ حالا اصلا حقیقت من اسمت ببرم از اینجا. گفتن من عباس همیشه با هم رقیب رو که ما برم با انگاش عاشق بایمی، با انگاش برمه کردمی، با انگاش شادی کردمی. اگر در وصف آهنگای عباس، در وصف هنر عباس اگه بخواد صحبت کنیم با ما بل 10 روز وقت بریم مختصر برنامه عباس ماندگار رو ضبط کنم. یکی این بود، یکی پسش کسم بود. پسته صحبت کردن بیجا بود. بهشون گفتم آقا بچه سنگ تموم. بعدم به اونی بر درست کنی عباس ماندگار در فلان جایی خونده است یارو بر از پشت بازو سنگ بوده های سنگ نداشت. بابا این چه به اصطلاحی است؟ مایده شمون آقا هر لحظه آهنگی میبکاله فوتی خوندنی بابا اسم زن من است خوشش نینه خود نخوندین. آقای عزیز من شکایت نگم به خاطر رفاقت ما است، به خاطر اون نونمک با هم دیگه بخوریم است. جز به 3 خواننده هستی که 100% باید تو گینس ضبط کردن که کلا آهنگایی که به صورت من هم خاطره است. به خاطری داشتی برای درد بسازی یا مادری از دستای اسمش یادی آهنگ ساتم. امروز من به یک آهنگ خوندم به فرض مثال امان ای دل یا اصلا فرض مثلا فلان باقوی کیجو الان یه نفر خیر میره برای وقت چرا فلان جا اسم بیاری این چه حرفیه؟ واقعا درد دل من نگاتی این که تکرار تقلید نکنن. آفرین تقلید نکنن. هر کسی برو تو سمت خوش اجازه تو همیشه برای ما پادشاه هستی. کوچیکتم. این آهنگم من میخونم به شما بینندگان گشت اسپیشو. آهنگی که خودم نقش داشتم توش که عباس ماندگار اینو خیلی خوب اجرا کرد. آهنگ شراره که خیلی دوستش دارم. قبول دلی من گرگانی کی جا مرن خواستو شماره چیم شراره جان شراره هنیش بخم دل دروانه پاره شراره لگم به سر درشونی همون
از اون سردرینی تی چشمی قربان